بینندگان عزیز، بار دیگر سلام. ساعت به وقت شهر پراگ رسیده است. تو برنامه اخبار آزادی کمتر از 3 ساعت دیگر باقی میماند و در این فاصله وقت شما را با سرخط موضوعهای برنامه آشنا میکنم. شکل کامل این و دیگر موضوعهای جالب را در اخبار آزادی خواهید دید. نخست خبر ناخوش داریم از ناحیه شغنان ولایت بدخشان. بر اثر حمله گرگ ها یک مادر و دختر جان خود را در این ناحیه از دست دادند. حادثه صبحی بر وقت امروز 7 مارت در دهه مدینخور اتفاق افتاده است. گرگان شکم دو زنی شغنانی، یکی 83 ساله و دیگری 55 ساله را پاره کردند. همکاران ما عین زمان جزئیات این موضوع را تحقیق میکنند. منتظر باشید، در برنامه اخبار آزادی برایتان مفصل در این باره گزارش خواهیم داد. گروهی از مهاجران تاجیک که با کمک مقامات به روسیه برای کار در یک فرمه خوکپروری دعوت شده بودند، میگویند در شرایط نیمه غلامی قرار گرفتند. کاردهندگان در فرمه خوکپروری در ولایت پسکوی روسیه شناسنامه مهاجران را مصادره کردند. وعده در آغاز این بود که ماهانه 28,000 روبل معاش و جای خواب و خوراک تامین میشند، ولی در نهایت معاش کمتر از این مبلغ شد. چرا؟ جزئیات این موضوع را در برنامه اخبار آزادی برایتان خواهیم گفت. بیننده ارجمند، نیمه دوم امروز 7 مارت در شهر امستردام هلند نشست مطبوعاتی شراف‌الدین گدایف فعال مخالفان دایر می شود. قرار است او در مورد چگونه در دوشنبه ظهور کردنش صحبت کند. همکاران ما نیز در این نشست شرکت دارند. منتظر باشید، تفصیلات آن را در دوام روز در کانال آزادی ویدیو و یا هم سامانه www.azadi.org برایتان خواهیم گفت. صبح امروز بیناکاری که از گنبد مسجد بزرگ دوشنبه افتاده بود در بیمارخانه از عالم درگذشت. این دومین بیناکاری است که در پی افتادن در محل ساختمان مسجد فوتید. یادآور می‌شویم 8 بیناکار صبح 25 فوریه از بلندی 33 متر گنبد این مسجد به زمین افتاده با زخم‌های مختلف در بیمارستان قریه بالا بستری شده بودند. در برنامه اخبار آزادی در مورد شخصیت بیناکار فوتیده و هم رعایت نشدن قاعده‌های بی‌خطری در ساختمان‌های تاجیکستان گزارش داریم. ما را همراهی کنید، آن را با هم می‌بینیم. پارلمان تاجیکستان در اجلاس اخیر سازشنامه را به تصویب رساند که برای استحصال مشترک یراق اسلحه میان تاجیکستان و ازبکستان راه را هموار کرد. همکاران ما نیز ضمن بررسی این موضوع در بینای پارلمان حضور داشتند و در اخبار آزادی در این باره گزارش داریم. کوپروک از حسابی پول نفقه. سیرنبی میرزایوا، یک ساکنی کهنسال در ناحیه جلال‌الدین بلخی ولایت ختلان، از حساب پسنداز پول نفقه‌اش برای همدهگان یک کوپروک ساخته است. همکاران ما در ولایت ختلان به دیدار این زنی بازنشسته رفتند و همچنان کوپروک را که او با پول پسنداز خود ساخته است به نوار گرفتند. برنامه اخبار آزادی را تماشا کنید، در این باره گزارش خواهیم داد. بیننده ارجمند، تا کمتر از 3 ساعت دیگر برنامه اخبار آزادی را مستقیما و یا هم ثبت آن را در آزادی ویدیو صحیفه ویژه ما در یوتیوب میتوانید تماشا کنید. پخش مستقیم برنامه ما همچنان در وبسایت رادیو آزادی www.azadi.org و هم صحیفه های ما در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک ادنا کلاسنیکی دسترسند.